الفبای به شدت مهم. یعنی چی روی چهار تا کندل ما میتونیم عرضه و تقاضا رو تعیین کنیم؟ چه اقتصادی، سیاسی، چه روانشناختی. ببینیم خب جی دی پی روش تاثیر داره، سی پی آی روش تاثیر داره، تورم مصرف کننده، پی سی ای تورم شخصی روش تاثیر داره. خب رسیدیم به فصل سوم بحث تحلیل تکنیکال. تو این فصل قراره 3 تا بخش رو ارائه بدیم خدمتتون و مباحث بسیار خوب و جذابی رو بگیم. بخش اول میایم در مورد فلسفه تکنیکال صحبت میکنیم. چرایی تکنیکال. من خودم چون فلسفه خوندم، یکی از رشته‌های دانشگاهی بوده، برای من از همون روز اول مهم بود که چرا، یعنی چی روی چارت با 4 تا کندل ما بتونیم عرضه و تقاضا رو تعیین بکنیم. جوابهایی که خودم بهش رسیدم میخوام بهتون بگم. بخش دوم سراغ کندل شناسی که الفبای تحلیلگری به شدت مهمه. در بخش سوم میایم در مورد ساختار شناسی صحبت میکنیم. ساختار یک بازار روی چارت به چه صورتیه؟ بریم سراغ بخش اول. آقا چجوری میشه روی تحلیل تکنیکال روی چارتی که مثلا چیزی که الان دارید میبینید با 4 تا کندل و بالا پایین شدن ها ما بفهمیم بازار چه خبره؟ خب دقت کنید. ببینید اصولاً و اساساً ما چند نوع تحلیل داریم. برای هر خرید یا هر فروشی نیاز داریم به مشورت گرفتن، دیتا جمع کردن و تصمیم گیری. همه این کارها با 2 تا تحلیل اتفاق میفته. یک تحلیل میشه تحلیل تکنیکال که از طریق چارت اتفاق میفته. یک تحلیل میشه تحلیل فاندامنتال. اجازه بدید تحلیل فاندامنتال رو یه توضیح مختصر بهتون بدم. ما زمانی که وارد این مبحث میشیم که یک دارایی، یک استی مثل همین اونس جهانی بیایم بگیم خب جی دی پی روش تاثیر داره، سی پی آی روش تاثیر داره، تورم مصرف کننده، پی سی ای تورم شخصی روش تاثیر داره، نمیدونم فلان مطلب از فلان جا بیرون اومده، اخبار و اطلاعات انبوه و مختلفی که بیرون میاد. فاندامنتالیست ها کسایی هستن که میان این دیتا ها رو که از جاهای مختلفی که یکی از منابعش فارکس فکتوری و کلندر هست در میارن و روش تحلیل میکنن و تصمیم میگیرن که بخرن یا بفروشن. اما ما روی تکنیکال انعکاسی از تمام اخبار، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه روانشناختی و تمام مواردی که وجود داره از گوشه نقاط جهان، از دیتاهای مختلف، همه اینها رو برایش روی چارت میتونیم ببینیم. منعکس میشه، بازار اینو نشون میده. حتی اگر کسی از رانتی هم بخواد مثلا توی بورس استفاده بکند، باز ما اینو روی چارت میتونیم بفهمیم، چون چارت و تکنیکال جایی که افشا میکنه تصمیمات مهره بازان و شطرنج بازان اصلی رو. تصور کنید نوار قلب. روی نوار قلب یه سری امواج ما میبینیم Q, R, S, T. طبق این امواج که روی کاغذ یا روی مانیتور وجود داره، پزشک متخصص یا اون تکنیسیانی که وجود پشت سیستم هست متوجه می شود که داخل قلب چه خبره. یعنی اون اتفاقات فیزیولوژیکی که توی بطنها و دهلیزها در حال رخ دادن هست نمود و انعکاسش میاد روی این یه برگه کاغذ یا اون مانیتور با اون چارت. بنابراین تحلیل تکنیکال و استفاده‌ای که از ما چارت میکنیم چیزی شبیه به EKG یا نوار قلبه که در واقع گفتم دیگه نیازی نیست خودمون رو در انبوهی از اخبار و اطلاعات که بعضا متناقض هم هست خفه بکنیم که در مورد آیا بتونیم تصمیم درستی بگیریم یا نتونیم تصمیم درستی بگیریم. تکنیکال یعنی نمود و انعکاس هر آنچه که در بازار توسط تصمیم گیرندگان اصلی اتفاق میفته و ما به راحتی میتونیم عرضه و تقاضا رو و روند بازار رو روش مشخص کنیم، تشخیص بدیم.
حالا این به این معنا نیست که مثلا ما تحلیل فاندامنتال به درد نمیخوره، اصلا اینجوری نیست. تحلیل فاندامنتال بیشتر کاربردش برای خرید و فروش سهامه، چون دیدگاه بلند مدتی توی سهام وجود داره. اینی که وضعیت اقتصادی یک شرکت رو در نظر میگیریم، اخباری که قراره ازش بیرون بیاد رو بررسی میکنیم، اطلاعات هیئت مدیرش رو، مثلا وارن بافت یکی از کسایی که توی تحلیل فاندامنتال بسیار خبره است و ثابت کرده این موضوع رو، میاد میگه که من یکی از کارهایی که میکنم اینه، میگم که این شرکت الان دست کیه، مدیرش کیه. این برای وارن بافت مهمه. بعد میاد از نظر اقتصاد خرد هم بررسی میکنه ماجرا، دیتاهای اون شرکت رو، گردش مالی اون شرکت رو، بدهیاش رو، همه اینا رو میاد بررسی میکنه. در کنار این میاد وضعیت اقتصاد امریکا رو نگاه میکنه که به چه سمتی داره حرکت میکنه. حتی در یکی از کتابهاش نوشته بود که به نقل از ایشون مصاحبه کرده بودن که برای خرید امریکن اکسپرس سهام اون خودش حضوری رفته وایساده که ببینه مردم چجوری صف میکشن، آیا شلوغ خلوت فروشنده ها چجوری دارن رفتار میکنن با ارباب رجوع‌ها و از این قبیل دیتاهایی که هست. پس هر تحلیل در جای خودش مناسب و میتونه در واقع کارآمد باشه، اما انعکاس همه اینها در نهایت میاد روی چارت. یعنی ما حتی اگر بلند مدت هم یک سهام رو بخوایم بخریم یا بفروشیم، باز از طریق همین چارت به صورت تکنیکالی میتونیم به راحتی بفهمیم که نواحی عرضه و تقاضا با ضریب احتمال بالا، قطعی نه، هیچ چیزی قطعی نیست، حتی فاندامنتال هم قطعی نیست. این موضوع بسیار مهمیه. با ضریب احتمال بالا و با ضریب خطایی خیلی کم متوجه بشیم قیمت ارزنده در کجا قرار گرفت. توی قسمت پایانی این بخشم میخوام در رابطه با این موضوع صحبت کنم. ما در علم تکنیکال مشخصا میایم از گذشته چارت استفاده میکنیم برای تصمیم گیری در آینده. اونایی که مبتدی هستن و عده دیگه انقلت وارد میکنن، میگه مگه میشه تو از گذشته برای آینده نظر بگیری، تصمیم بگیری؟ بله که میشه. شما علم آمار ریاضی، چه نوع توصیفی چه نوع استنباطیش، وقتی که میان از گذشته استفاده میکنن و آماری رو در میارن، خب میخوان برای آینده زیرساختی رو مهیا کنن. مثلا وقتی که نرخ رشد جمعیت رو در میارن بر اساس زاد و ولدهایی که اتفاق میفته، این نرخ رشد جمعیت داره به ما میگه که آقا مثلا در 10 سال آینده ما احتمالاً اینقدر جوان خواهیم داشت که 1 اینقدر نیاز به مسکن دارد، 2 اینقدر نیاز به اشتغال دارد، 3 4 5 و غیره. و این میره برای زیرساخت‌ها و اختصاص بودجه‌های سنگین توی تمام دول و مملکت‌های گوناگون. پس اینی که از گذشته استفاده بشود برای آینده کاریه که داره میشه، فقط مال تکنیکال نیست، تحلیلیه که توی علم آمار هم دوستان و عزیزان هستند و میدونن که بنده چی دارم عرض میکنم. به این صورت خب بریم بخش اول رو از فصل 3 تموم کردیم، بریم سراغ بخش دوم و شروع بکنیم موضوع کندل شناسی.